هیچی وزن نداره. 70 گرم وزن داره. تو این ویدیو میخوایم بزرگترین 7 ترقه ایران رو با این دو تا بسته 7 ترقه که هر کدوم رو هم میشه 100 تا، حالا 101 102 103 تا یه ذره اضافه داره توشون، اشانتیونه، نمیدونم چرا. 7 ترقه‌هاشون خارجیه، با 7 ترقه‌های ایرانی فرق داره. یا همون زغالیا یه تیکه زغالن. حالا ببینید من اینور اونور نگاه میکنم بخاطر اینکه آدم نیاد از وسط ریدیوم رد شه. یه بار روشن میشن، همون چند بار میترکه. اما من داخل اینا رو اتفاقی باز کردم، دیدم چند تا خورده ریزه از همون باروت 7 ترقه داخلش هست. دونه دونه همدیگه رو روشن میکنن، میترکه. تا کلا اگه همش هم قاطی کنم 7 بار میترکه، اون تا زیاد. بریم ما هم دیگه اینا رو قاطی بکنیم. قراره یه کاردستی خوشگل هم درست بکنیم. 7 ترقه خفنی میشه. فقط یه نکته آقا یه نکته. پرشین زون هم 7 ترقه که نه، ترقه‌های بزرگ میسازه ولی 7 ترقه نساخته. نه یا توی کامنت ها بنویسید اسکی نرو فلان نرو، یا تو کامنت سابسکرایب یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. اما خیلی گرمه دیگه، میز و پیز و اینا نداریم. خب آقا ما چند تا چیز داریم. یکی فویل داخلیه که برای 7 ترقه و ایناست. حالا باد اگه همه اینا رو نبره بهتون میگم میخواین چیکار بکنید. رفتم ساندویچ فلافل خوردم، جاتونم خالی، نبر باد تو رو خدا. اینو آقا یه دونه از اینا داد، خیلی شبیه برای 7 ترقه بود. اینا رو توی لایه داخلیش قرار استفاده بکنم و بذارمش توی این ترازو وزن 7 ترقه ها که خالی میشن هم بگیرید. فقط اگه این باده بذاره یا اینا رو انجام میدیم، چون یوتیوب هم گیر میده به ساختن ترقه و حالا ده و این چیزا. سانسور هم که میبینید همه برای گیر دادن یوتیوب الان نشستم. یه آهنگ خفن بذار روش. همه چی هم داریم اینجا آقا. چسب، انواع چسب شیشه بزرگ، چسب شیشه کوچیک، چسب نوار چسب رنگی، چسب اکریلیک، نمیدونم کاتر. قشنگ انگاری اومدم سفر. از اینا هم بگیر بچه‌ها ببینن. همه چی هم هست. پیتیل خالی، کپسول خالی، پیتیل آدم چقدر رد میشه. این پایینو اصلا نگیر. هر از گاهی یه دونه باز میکنم بگیر. مثلا اینو نگاه کن بچه‌ها، اینو ببینید. این یه 7 ترقه است. یه ذره نزدیک‌تر وقتی بازش میکنیم بیشتر از 7 توشه، خیلی توشه. امیدوارم باد اینا رو نبره. و بچه‌ها این ماده یه 7 ترقه نمیدونم تا کی طول بکشه. 1000 ترقه هم داریم. 1000 ترقه رو با یه 7 ترقه خیلی بزرگ، نمیدونم چند صد ترقه رو با 1000 ترقه یا چند هزار ترقه رو با 1000 ترقه مسایقه. اینم بگیر بچه‌ها ببینن چقدر خالی کردیم. قشنگ اندازه 600 تا ترقه است. بریزه رو زمین با سنگا نمیتونم پیداش کنی. آقا این 7 ترقه خالیشو کردم اینجا. راستی بچه‌ها این کارا رو به هیچ وجه داخل خونه انجام ندید، به خصوص درست کردنش. حالا چهارشنبه سوری میرید یه چیزی میزنید دیگه، اونم بازم مواظب باشید. سراغ اکلیل و سرنجم من اصلا پیشنهاد نمی‌کنم به هیچ کس. اکلیل و سرنج خیلی خطرناکن. تو بیار چسب رنگیه. خب بچه‌ها ما ابر 7 ترقه‌مون رو درست کردیم، یا بهتره بگیم چند هزار ترقه. کلی هم وقت برد تا تاریک نشده باید بریم تستش بکنیم. اما قبلش این 7 ترقه معمولی ها رو یه تست می‌کنیم کنارش. بعد یه 1000 ترقه هم هست، اونم 1 دقیقه میگن میترکه، 90 ثانیه، بیشتر از 1 دقیقه میترکه. بعدش در آخر این خوشگله رو تست می‌کنیم. نظر چه وزنش کنیم؟ وزنش بکنیم؟ ترازو باشه وزنش بکنیم. خب ما اینو بزنیم. امیدوارم که دیده بشه توی نورو. اینو میندازیم، هیچی وزن نداره. کاغذش هم بندازیم، کاغذش کلا 8 گرم وزن داره و اون همه که ما درست کردیم 70 گرم وزن داره. حالا 200 گرم نیست. خب بچه‌ها اینا 1000 ترقه و همینطور که میبینید گوش زده 90 ثانیه میترکه. بریم آنباکسش هم بکنیم تو همین ویدیو. آقا این یه 1000 ترقه است، سنگین هم است. اوه 31 گرمه، اون 70 گرم بود. گذاشتمش کنار
پام بره روش بدبخت میشیم. قبل از اینکه بریم اینا رو بهتر کنیم حتما ویدیو لایک کنید، کامنت برید بذارید، چنل سابسکرایب بکنید. و این کلاهه برای چیه؟ برای اینه که باد بذاره با این لامصبا روشن بکنیم. حالا 2 تا 7 طرفه. این 1000 ترقه فکر کنم کلی بهتره که نمیدونم، شاید هم از اون خفن‌تر در بیاد. ان شاءالله که اون خفن‌تره. اصلا تمومی نداره، تا سنگ آخرش میترکه. خیلی خفن بود خدایی. ببین این زمینه، این سفته، اصلا این سنگ شده. برو عقب برو عقب. داره میگیره؟ آره. ماماجی زود تمام شد، ولی اصلا نگم خیلی خفن بود. فقط یکاش بیشتر میترکید، خیلی چیزش زیاد بود، یهو همشون گرفتن و تمام شد. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، حتما لایک و کامنت و سابسکرایب رو بکوبید. فکر کنم چندین بار داخل ویدیو اینو گفتم و خوب شد که هیچ مشکلی هم به وجود نیومد. کلی چالش خفن و قراره کانتنت رو بهتر کنیم با چالشامون. قرار نیست خیلی تکراری باشه، اکثر ایده‌های جدیدن و امیدوارم که مشکلاتی که یوتیوب گیر میده و این داستانا هم به وجود نیاد. به زودی میبینم. خدافظ. دودش ولی سمیه، گلوم درد گرفت.